میخوری؟ من اصلا کافی خور نیستم. کفترهاییمو آماده کردم. توپ کوچولو ورمی داریم، بعد میریزیم داخل قالب. بعد اینجوری با دستاتون سعی کنید کل گوشت رو مثلا کف قالب پر کنید. بعد سعی کنید خیلی هم ضخیم چیز نکنید، نندازید که بپزه کامل داخلش. یه ذره هم این لبه هاشو جمع میکنیم و یه قلب خشکه. چی میخوری؟ خوشگله. موهاشو ببینید بچه ها. فرفری کردم. آیه بچه ها خیلی دوستش دارم اینو. ستش چی میخوری؟ من یه چیزیه اسمشو نمیدونم، همین توضیح میدم که یه چیز شیرینه بدون کافئین، شکلاتی فندقی خنک و به هم یه شکلاتی خنک میدم. شاید باور نشه. چقدر خوب. خب اسمشو یاد بگیر. اونه فکر کنم. آره حسم میدونم. وای خدا این رنگی خسته نباشید. ممنون. بچه ها اون کافه 2 تا از سفارش هم اون برداریم، 2 تاشو این بر، چون اون ماچاش تمام شده بود. من ستایشو داریم. کارتو گذاشته بودم اونجا، فکر کنم کارت نیست. سفارش شما آماده است. متشکرم. ممنون از شما. اینم نیاتون. خیلی ممنون. لطفاً سابسکرایب کنید، اون زنگوله که بزنید. متشکرم. چه مزه‌ایه؟ واقعا مزه هنو میده. این فقط هی داره میریزه. چه جوری واقعا؟ چه مزه‌ایه؟ استایلش چرا واقعا؟ از بغل داره میرسه، از بغل. وقتی میگه ماچا بخورم تا انرژی زنانم فعال بشه. نشستنش. ببین من اینجوری شدیم 2 ساعت اونجوریه. شما تازه دیدین. ببینم تیشرت همین میده به نظرت؟ هنا دیدی چقدر بعدش من گفتم بعد من. حالا من باید امتحان میکردم. بده نهیشو بده هم بزن. بایی گفتم مزه گوسفند مزه چمن پهنی میده. یه ذره شیرین تر باشه. این بخور بشوره ببره. اونم نداره. نه بابا داره. خوشمزه است باز. مزه آب و فندقی. میشه یخاش آب شده. چرا واقعا اینو میگی؟ ببین ولی هر چه بهتر از قهوه است اگه واقعا انرژی بده. الان انرژی نمیده که. میگن خوبه بابا. انرژی بده لطفاً. یگانه حرفایی که یگانه ماچا میگه. خیلی شیرینه این تازه دیوونه. آره بابا این از همه ببین یه ذره ترش مثلا همیشه بده من بخورم. بابا خفه شو ستش. آجی بده من بخورم، من والا تو بخورم یه ذره. وای چقدر بده. میریزه.
نمیدونم بچه رو میگفتن یه بار با وانیل امتحان کن عاشق ببین این الان با وانیلینت خالیش چیه؟ ستایش آشنا ستایش میخونه باز عینکه بهم میاد خیلی عجیب یه عینک باید بزنی بگیری نمیخوری؟ من اصلا کافی خور نیستم یعنی کاش هی بهت گفتم نگیر آخه من باید امتحانش میکردم نظرتون چیه الان؟ ببین بالاش باز خیلی قابل تحمل تره که قاطی نشده نه باز ماله اومدیم شهر بازی وای اسنک یگانه وای اتمام عملیات شارژ با موفقیت انجام شد چاپه رسید بچه ها دیگه ارم دستگاهی شده آخرین بار عید اومده دیگه نمیدونم کی اینجوری شده روزم هست حالا هم دیگه مشاهده دیگه روزم بچه پیشه واقعا سخته داری میفتی بچه فقط ببین مردم ما رو چجوری نگاه میکنن به خاطر یگانه ببین همه دارن میخندن چون یگانه میخندن بچه ما داریم خورشید نداریم جیغای یگانه رو داریم آبرون رو برد از خدا ولی خوش میگذره به خدا شهر بازی با یگانه چون که جیغ میزنه بچه این بازی خیلی برندن ترسناکه تا بسکی برندن ترسناک ترین بازی ارم همینه یعنی از سقوط آزادم واقعا 10 لول دور خیلی باحال بچه ها اومدیم شام بخوریم بچه ها تولد یکیه بچه ها کم لطفی نمی کنن مثل شبی که نمه بارون زد با مرسلی توی زن آروم شم گفتی خوردیم بد بگره گفتم رانده بد به دلت بزا حلشه بره بگو همیشه میشه برگشت بگو درخت تو نمیشه هریشه رفت برای تو درخت سوخوش برای من یه خنده روش بغز برای من حرفایی نزدی که شکنجه بود الانم نمیخوام بگم بمون